آقا خیلی مخلصیم. من امین فردین با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزها مهمترین دلنگرانی که مردم دارن اینه که بالاخره جنگ میشه یا نمیشه. چرا هر روز این سوالو میپرسن؟ چون هر روز اتفاقات عجیب و غریبی میفته. نتانیاهو سخنرانی میکنه، ترامپ سخنرانی میکنه، خامنه ای سخنرانی میکنه، رئیس جمهور ایران پزشکیان مصاحبه میکنه و خلاصه اون چیزی که مشخصه همه ذهنشون و فکرشون درگیر این هستش که آیا جنگ میشه یا نمیشه. من هم استوری گذاشتم گفتم آقا فعلا خبری از جنگ نیست. دلیلم آورده بودم ولا به شرطا و شروطا، یعنی یه سری اتفاقات اگر بیفته هم یه ساعت دیگه ممکنه جنگ بشه. اما دیشب دوباره واشنگتن خبرساز شد. ترامپ نشست کنار نتانیاهو رو در رو، لبخند روی لب، اما پشت اون لبخند یک بازی بزرگ بود. اونجا ترامپ صراحتاً گفته بود که حتی ایران هم میتونه بیاد و عضو توافق ابراهیم بشه. حالا امروز میخوام ببینیم آقا این توافق ابراهیم چیه. بعدش هم یه طرح گذاشت روی میز و یه طرحی که حالا 20 بند داشت برای پایان جنگ غزه که شرط گذاشته بود و تهدید کرده بود و ناز کرده بود. خلاص همه چی قاطی باطی. گفته بود که حماس اگه تا 72 ساعت دیگه اسرا رو آزاد نکنه و خلع سلاح رو شروع نکنه، اسرائیل با حملات کامل، با حمایت نه با اسرائیل حمله میکنه، با حمایت کامل امریکا کار رو یه سره میکنه. نتانیاهو هم لبخند زد و گفتش که این طرح دقیقاً همون چیزیه که ما میخواستیم. حالا قضیه توافق ابراهیم چیه؟ چون ترامپ گفته که اگر ایران توافق ابراهیم رو قبول نکنه اتفاقاتی میفته. اسمش گذاشتن ابراهیم چون میخواستن بگن که ریشه سه دین یکیه: اسلام، مسیحیت و یهودیت. سال 2020 ترامپ اومد واسه اولین بار امارات، بحرین رو برد پای میز. بعدش هم مراکش شد، بعد هم سودان. خلاصه یه سری کشورهای عربی که سالها با اسرائیل مشکل داشتن و عادی سازی کرد و پرچم سفید رو بلند کرد. این شد توافق ابراهیم. ولی حالا چرا دوباره این موضوع داغ شده؟ چون ترامپ برگشته و دنبال یک پروژه پرچمدار واسه دور دومشه دیگه، دنبال یه چیزی که اسمش توی تاریخ بمونه. میخوادم بگه که من صلح آوردم، من خاورمیانه رو عوض کردم و راستش یه چشمکی هم داره میزنه دیگه برای این جایزه صلح نوبل که قبلا گفتم هرچند اسم کاندیدای جایزه صلح نوبل محرمانه است و کسی واقعا نمیدونه چه اسامی هستن توی جایزه صلح نوبل، چون چند تا از رسانه‌ها و چند تا از خبرگزارا گفتن که آقا اصلا اسم ترامپ نیست، در صورتی که این قضیه بالکل تکذیب شد. کسی نمیدونه که جایزه صلح نوبل دست کی هست یا نیست، ولی خب دیگه این آدم عاشق اینه که خودش رو برنده جایزه صلح نوبل بکنه، چرا که اوباما هم این جایزه رو برد. حالا برگردیم سر اصل مطلب که میشه ایران. ترامپ دیشب توپ انداخت تو زمین تهران، گفتش که ایران هم باید بیاد توی توافق ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، یعنی بیاد بگه که باشه ما با اسرائیل دشمنی نداریم، رابطه میزنیم، رل میزنیم، اصلا ایران مثل این رل اسرائیل میشینیم سر یه میز. اما خب شما میدونید دیگه این یعنی چی؟ یعنی کل ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره دیگه، چون از اول انقلاب تا الان همشون گفتن اسرائیل باید نابود بشه و مرگ بر اسرائیل و چنین و چنان. خامنه هم خودش بارها گفته که عادی سازی هیچ دردی رو دوا نمیکنه. از اون طرف هم پزشکیان میگه که ما دنبال جنگ نیستیم. حالا کوتاه هم نمیان. وزیر خارجه هم همش میگه که به امریکا نمیشه اعتماد کرد. پس به طور رسمی ایران میگه نه، ما همچین توافقی رو قبول نمی کنیم. حالا سوال بزرگ اینه اگه ایران نره تو توافق ابراهیم چی میشه؟ اینجاست که یک بازی خطرناک شروع میشه. ترامپ رسما به ایران التیماتوم نداده، ولی اگه دقت بکنید همین چند ماه پیش امریکا زد تأسیسات هسته ایران رو طبق ادعای خودش با خاک یکسان کرد. خود ترامپ هم اومد گفتش که ما نابود کردیم، یعنی زور نظامی قشنگ روی میز الان در حال حاضر. پس حتی اگه رسما هم نگه معنیش واضحه، اگه ایران راه نیاد
هر لحظه ممکنه تنش جدید شعله‌ور بشه تو منطقه دیگه. و حالا چرا همه از اکتبر حرف میزنن؟ حتی ترامپ توی توییت زد گفت این ماه اکتبر ماه سرنوشته، قبلا هم گفتم، چون 7 اکتبر سالگرد حمله حماسه، یعنی درست 2 سال قبل بعد از اون روزی که اسرائیل غافلگیر شد خیلی هم میگفتن که اکتبر، و میگن همچنانم اکتبر ماه سرنوشت سازی خواهد بود. و از اون طرف هم 19 و 20 که میشه حالا 11 و 12 اکتبر هم قراره که جایزه صلح نوبل رو بدن. و بعد از اینکه ترامپ جایزه صلح نوبل رو بگیره احتمال اینکه دستور حمله بده هست. خودش هم گفته که منتظر یک انفجار نور باشید و در یک ماه آینده یک اتفاقات جدیدی توی خاورمیانه میفته. اما این وسط باید یه واقعیت هایی رو جدا بکنیم. یک، توافق ابراهیم یعنی عادی سازی با اسرائیل. 2، ایران فعلا مخالف سرسخته. اینا واقعیتایی که باید قبول بکنیم. 3، ترامپ دنبال جایزه صلح نوبل و یک دستاورد تاریخیه. 4، آمریکا نشون داده که لازم باشه حمله میکنه. 5، روسیه الان اومده پشت ایران و جنگنده به ایران فرستاده، هواپیماهای باری رو فرستاده ایران. 6، در حال حاضر هواپیماهای باری امریکا هم رفتن توی بریتانیا. درست قبل از جنگ 12 روزه 7-8 هواپیمای باری و سوخت رسان مخصوصا رفته بودن تو بریتانیا. دیروز همین هواپیماهای سوخت رسان رفتن تو بریتانیا. و موضوع بعد این که منطقه الان پر از باروت و جرقه است. یعنی هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته این وسط، بهتره که اتفاقی جنگی بشه. یعنی ترامپ با این حرفا عملا تهران رو گذاشته سر یه دوراهی، یا یک یا تغییر تاریخی به دو وارد توافق بشه یا با خطر یک جنگ بزرگ روبرو بشه. واشنگتن میگه که در بازه، حالا دری که خودشون باز کردن ولی دستش روی ماشه است. اسرائیل هم طرح رو پذیرفته ولی امنیتش رو فعلا معامله نمیکنه. ایران هم فعلا سرسختی حالا نشون داده و پس هر کلمه‌ای که از تهران انتخاب میشه، چه صلح، چه مقاومت، چه سکوت، هزینه سنگینی داره. محسن رضایی پریروز رفته بود توی تلویزیون و توی شبکه خبر با لباس نظامی حاضر شده بود و این خودش پیام داره. معمولا محسن رضایی با لباس نظامی نمیومد تو تلویزیون مگه اینکه یک شرایط جنگی باشه یا اینکه ایران در آماده ترین حالت خودش برای شرایط جنگی باشه که این هم خودش میتونه یک موضوع مهمی باشه. و اگه ایران زیر بار نره ممکنه که حالا طبق ادعایی که امریکایی‌ها میکنن ممکنه که با یک جنگ تازه به اسم صلح، یعنی جنگی که اسمش صلح، ما باید روبرو بشیم. و این دیگه یک بازی فقط دیپلماسی نیست، اینجا بازی مرگ و زندگیه. بازی اینه که اگر یک اتفاق اشتباه بیفته دودش تو چشم ما مردمی میره که این وسط وایسادیم و عملا منتظر تصمیم سیاستمدارا هستیم. من الان داشتم پیام‌های مردم رو میخوندم، یکی از بچه گفت آقا ممکنه وضعیت از این که هست بدتر بشه؟ سلطان مگه الان دیگه وضعیت بدتر از این هم میتونه بشه؟ دیگه الان مردم لهن. شما یه دستگاه پرس رو در نظر بگی، پرسش کردی دیگه، شما هر چقدر پرس کنی دیگه اون صافه دیگه، مگه اینکه مولکولی بخوای له کنی. دیگه چیزی واسه مردم نمونده که بخوان بابتش تاوان بدن. یه تا اونجایی که جا داشته اصلا الان دلار به جای 120 بشه 220. تأثیری تو زندگی مردم نداره چون مردم الان لهن. میگن چه آب چه یه وجب از سر گذشت، یه وجب چه 100 وجب. دیگه تأثیری تو زندگی اون آدما نداره. بی پوله همونجوری بی پول میمونه، پولدار همونجوری پولدار میمونه. یعنی زندگی ها همونجوری میمونن. برای همین دولت قیمت یورو دلار رو ول کرده دیگه 100 زد بالا تمومه دیگه. توافق مردم هم که دارن زندگی میکنن، زندگی‌های لاکچریشون هم تو فضای مجازی نشون میدن. شما فضای مجازی نگاه بکنی همه فضاها لاکچری، همه
زندگی ها خودشون، به خاطر اینکه واقعیتاشون رو نمیان تو فضای مجازی نشون بدن، که فقط شو و فیکی که سری آدما میان تو فضای مجازی نشون میدن. این چشم همچشمی برای اون چشم همچشمی برای این چوسی برای اون یکی برای اون یکی چوسی گذاشتن. دولت مردم فضای مجازی میبینن، آقا مردم تو اشغال و رفاهن دیگه، کنسرت رو میرن، رستوران ها هم پر، همه چی هم پر، قیمت دلار رو بذار اصلا بشه 200 تومن. اعتراض که سرش گرده، اعتراض کجا بود؟ بذار بریم فعالیت خودمون رو بکنیم، مردم هم دارن حال میکنیم واسه دیگه. اینه واقعیت الان، دقیقا همینه. چیز دیگه ای نمیتونی الان تفسیر بکنی این قضیه رو برای این سیستم، به خاطر اینکه اون سیستم ترسونده دیگه. یه آدمو دیگه جرأت هم نمیکنن بیان بیرون اعتراض بکنن. این ورم هر کی حرف بزنه میگه آقا تو بیرون گودی بیا لنگش بکن، میگه چی میگم بیرون گودی، میگه لنگش کن، بیا لنگش کن، بیا اون میگه بیا لنگش کن خودت. اصلا میگه حرف نیست، حرف حق دیگه. نمیکنم توضیح و جوابی بخواد آدم‌ها براش داشته باشه. اما اون چیزی که مشخصه، این توافق ابراهیمی که آمریکا برای ایران گذاشته، میگه یا باید این آخوندا برن، یکی دیگه بیاد که این توافق ابراهیم رو قبول بکنه، معنیش این میشه، یا اگه نره ما یه کاری میکنیم بره، یکی دیگه بیاد اون موقع بعد قبول بکنه. یعنی اون توافق ابراهیم رو کرده بهانه برای کشورها. این شده اصل داستان این قضیه. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. خیلی هم نخواستم ویدیو طولانی بشه و با توجه به اینترنت ضعیفی که توی حالا ایران هست و خیلی از ایران میبینن، اگه دوست داشتید برای دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال ما هم اگه سابسکرایب بکنید جای دوری نمیرین، دکمه سابو بزنید این زیر. چک کریم. خیلی مخلصیم.